اومدم با پارت یک مودای ترسناک، همون مودی که خیلی من منتظرش بودم و کلشو داده بودم که ویدیوشو بذارم. حالا ما باید چیکار کنیم تا بتونیم این مودو بیاریم؟ بعد بریم یه دنیای جدید بسازیم، سروایول بکنیم دنیامونو. میخوام ببینم چطوریه. بعد بیایم اینجا. کجا بود کدوم بود؟ بروکن اسپریت، ترسناک ترین مود تاریخ ماینکرافت که میگن خیلی ترسناکه. حالا دنیا رو میسازیم ببینیم چطوریه، واقعا آیا ترسناک هست یا نه. این پارت یکی اینه. حالا این موده چند تا پارت قرار داشته باشه. چی شد؟ لد شد. چرا عوض شد صفحه بازی؟ چرا اینطوری شد؟ این فکر مال قدیمی ماینکرافت قبلا این شکلی بود داره. خب من الان اسپان شدم و چیز خاصی فعلا نمیدونم تو آبم، چون بله الان ما اینجاییم و کسی دیگه هم هست. آیا میگن نولو اینا قراره مثلا بیاد تو بازی و یه سازی عجیب باید ببینم. چه؟ اینطوریه؟ صدا راه رفتن و اصلا این راه رفتن صدا داشت. مونگه رفت قبلا داشته. اون چیه؟ اسم اینم اسم پلیر دارم میبینم. پلیر؟ این دنیا لمورد نیستشو. داداش این چیه؟ چی زیرمه؟ اسم اینم چیه؟ یه پلیر رو صدا اومد. صدا عجیب بود. من میترسم برم پایین، ولی باید برم پایین ببینمش. قول داده بودم مرد قولش. من نخواهم چیکار کنم. سلام آقای دایی ایکس دی 412. شدم که چرا سیاه بود. این صدا اوه همه بود. قبلا نسخه قدیمی ماینکرافت اینطوری بوده. اینطوری دمیج خورده صداش اینطوری بوده. مثلا نسخه خیلی اومده پایین. آره موبی هم نیستش. پشما نه هست. خب نمیدونم هدف چیه. من میخوام ببینیم بروکن رو ببینیم. همون موجود اصلی، همون سیاهه، همون که میگن ترسناک اون داستانا. چوب بسازیم فعلا. آجی پشما اینجا این شکلی شده. اینطوری نبود قبلا. این شکلی بوده قبلا واقعا. پیچکس بسازیم. یه شمشیر پیچکس میسازم فعلا. شمشیر پیچکس. خب چیزی نمیخوام. بسا باید دیدیم چه بدیم یا یه استیک دیگه بسازم. یه دونه تبرم میخوام. یه استیک بهم بده فعلا. اینو ولش کن یارو. بذار ببینم اینه تبر ماینکرافت. خوب عالیه. بلد نیست. نسخه هم چرا انقدر اومده پایین؟ مگه این مال چند وقته پیشه؟ مال چند ساله پیشه؟ خب بریم. گراویل اینا داریم اینجا، ولی همون خبری از بروژن نیست. بعد باشیم تا شب دیگه. آره بعد باشیم تا شب ببینیم شب چیکار کنیم. پلیره ولی چی بود؟ داستان اون پلیره چیه؟ من بیدم دوباره پیداش کنم و بکوشمش. احتمالات آیتم خواست چیزی به دیگه اوناست. نیمتایشون ها. خب این خوبه. باید راه رفتن. این صدای راه رفتن خیلی بده. اصلا نده دیگه. ای بابا اینو جالبه. آیتماش ناپدید نشده، فقط گرافیک بازی اومده قدیمی شده. بس ببینم اونجاست. فکر کنم همون بروکن خودمون باشه. آره سلام بروکن. نمیتونم برم پایین و قصد ارستانم وسیله ندارم. احتمالا باید شب اسمون بشه. این بروکن چیه؟ بروکن هرچی هست اسمش. حالا بریم یه ویلیج پیدا کنیم ببینیم میتونیم بدون اینا به دست بیاریم یا نه دیگه. تا شب بشه و بروکن هم ببینیم. ای صدا خیلی رو مخه. بعد بریم فعلا پیدا کنیم یک ویلیج.
خب ما که فکر کنم بتونم یه دونه تخت خودم بسازم، نه نیاز به ویلیج نداشته باشم. این بروتن لعنتی تو شب اسپون میشه، ولی من واسه یه چیز نمیخوام. چی میگم یه دونه خواستم من واسه ریسمان کنیم کردم کن، چون با احتمال میپرد ببینم. خب اینا بدم اون دور شد اوجیه اسکینم نپریده، عجبه. معمولا اسکین میپره توی نسخه قدیمی ولی نپریدن. خب یه خورده چوب دیگه واسه تختمون بسازیم. تختمون خیلی من درست گفتم. تخت سفید چقدر عجیبه شکلش. ساینگ و اینا داریم، میتونی اینا رو بسیم. این نمیخواد. همین تخت هم خوبه دیگه واسه یه حالا سر کردن خوبه فعلا. آره این بود پورت اول. Koro 6473 is asking everyone to follow along. خداحافظ. Koro 6473 is waving.